سلام به همگی، اسم من شایانه. خوش اومدید به این ویدیو و امروز اومدیم با هم دیگه آموزش بدم که چجوری از پوجا لانچر استفاده کنید و اینکه این برنامه چه قابلیت هایی داره. اگر هم آموزش های بیشتری از پوجا لانچر میخواید حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و تو داخل کامنت ها به هم بگید که مثلا چه آموزش هایی از این برنامه رو میخواید. بریم که شروع کنیم. خب وقتی وارد برنامه میشید با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید که در اصل باید اینجا یه اکانت بسازید. حالا الان من اکانت دارم، کاری باش نداریم. اد اکانت شما باید بزنید. اینجا مایکروسافت اکانت داریم، لوکال اکانت داریم. شما بهتره لوکال اکانت رو بزنید، هم باش میشه آنلاین بازی کرد، هیچ فرقی نداره با مایکروسافت اکانت. وقتی که میزنید بعد یه یوزرنیم واسه خودتون انتخاب کنید که حالا به عنوان مثال من میام یانگ دیریم رو برمیدارم و لاگین. اینجا که لاگین میکنید اینجا احتمال زیادی یک نسخه 1.7 فکر کنم یا یه همچین چیزی، ولی خب اگه مثلا نسخه های دیگه میخواید یک کریت نیو پروفایل رو میزنید. ونیلا اپتیفاین فرقی داره حقیقتا. اینجا هم فبریک و فورج و اینا رو داریم. ونیلا رو شما باید بزنید و این صفحه رو پیدا میکنید. اسم این اسم همچینی مهم نیست، یعنی نمیخواد حتما بیاید اون اسم خودتون رو بزنید یا حالا هر چیزی، یعنی نیازی نیست. بعدش اینجا شما باید انتخاب کنید که چه ورژنی رو میخواید، که اینجا ورژن هایی که من دانلود کردم حالا با اینا کاری نداریم. اینجا این 4 گزینه پایینی یعنی ریلیز، اسنپ شات، اولد بتا و اولد آلفا رو داریم. تو حالت عادی اگه مثلا دانلود نکرده باشید نسخه ای رو، که بعد مثلا بزنید روی ریلیز و بعدش نسخه های مختلفی از ریلیز از 1.28 تا میاد نسخه 1.0 که اولد بتا اسنپ شات ها هم هستش کامل، اسنپ شات های مختلف که حالا ما با اینام کاری نداریم چون ما میخوایم نسخه اصلی بازی رو داشته باشیم. اینجا شما مثلا هر کدوم از نسخه ها رو هم بزنید روش میتونید دانلود کنید که هیچ فرقی نداره. حالا من 1.21 چون بیشتر پلی میدم اینجوری میزنم 1.21. بقیه گزینه ها خیلی مهم نیستن، پس به نظرم بهشون دست نزنیم خیلی بهتره. اینجا میایید و پلی رو میزنید. پلی که بزنید دانلود میشه، ولی از اونجایی که من قبل دانلود داشتم دیگه این الان تازه دانلود نمیشه و میرید داخل بازی. تنظیمات دستتون عین این چیزی که من الان گذاشتم، یعنی این شکلی. مثلا این دکمه PRI اینجا نیست، این دکمه سک اینجا نیست، اینونتوریمون اینجا نیستش، این دکمه مثلا چپ و راست و راه رفتن و پریدن و اینا اینجا نیست. این دکمه مپ من خودم اضافه کردم چون با ماد یه دونه مپ ریختم واسه بازیم که خیلی فرق میکنه کار. آره که اونم باز میتونم تو ویدیوهای دیگه بهتون آموزش بدم چجوری اضافهش کنیم. اینجا دکمه تب تایپ که همون نوشتنه با کیبورد، البته این تایپ نیست، من خودم عوضش کردم، در اصل این کیبورده. و چت که میتونید باهاش مثلا وقتی داخل بازی بزنید روش و چت رو واز کنید. دیباگ هم همون میشه فکر کنم یا F2 یا F3 که بهمون مشخصات بازی یا کوردینیت و اینا رو نشون میداد. این تیری آردی هم باعث میشه که مثلا نوع صفحتون به اول شخص، دوم شخص یا سوم شخص تغییر کنه. این دکمه GUI هم باعث میشه که اینجوری همه دکمه غیب بشه. دکمه موس هم که اون بالا میبینید موس رو فعال میکنه که شما میتونید به طور دستی هم همینجوری پیش برید. یعنی من الان دارم با دست مثلا میزنم رو سینگل پلیر، بک، مولتی پلیر، که اینجوری کار میکنه این برنامه. خب ما دوباره برگشتیم به برنامه. حالا اینجا چند تا دکمه داریم. یکی این دکمه مداد، حالت مداد خودکار هر چیه. این دکمه رو که بزنید شما میاد اینجا که دوباره مثلا میتونید حتی نسختون رو عوض کنید، که اینجا نسختون رو عوض نکنید. بیایید اینجا داخل این قسمت کریت نیو پروفایل رو بزنید ونیلا و بعدش اینجا یه دونه نسخه جدید انتخاب کنید و دانلود کنید که اینجوری خیلی بهتره. آره
که الان من خودم نسخه فورج دارم. برای دانلود نسخه فورج هم یه سری کارا باید بکنید که اگه خواستید کامنت بذارید. دکمه‌های مختلف مثل کاستوم کنترلز همون دکمه‌ای که بهتون گفتم من اینا رو خودم گذاشتم و این اصلا قبل نبوده. بعضیاشون مثلا فکر کنم اولای این دکمه اینجا بود، دقیق یادم نیست. این دکمه ها مثلا این دکمه چت اینا همه سایزشون به جای 110 160 که حالا من برای اینکه مثلا یکم کوچیک‌تر شه دکمه‌های بعدی که قراره برای مودهای مختلفم اضافه کنم اینجا اینم میزنید سیو، بعد سیو ان اگزیت. مثلا اگه تغییری توی دکمه‌هاتون دادید بذارید یه چیز دیگر هم بهتون بگم. ببخشید کاستوم کنترل این دکمه میشه چپ کلیک، این چپ کلیک، این راست کلیک، اسپیس اینم ASWD، حالا این D، این W، این A، اینم S. بعد این اینونتوری هم که دکمه ایه. اگه کامپیوتر داشتید مثلا شاید اینا رو بدونید دیگه، اصلا نیاز نیست من بگم. اینم که این اصلا کاری نداری. این مپ دکمه M میخواست، تایپ مثلا چیزای مختلف تب داریم برای چتی F3 و F5. این دکمه ها که میتونید خودتون اندازه هاشون رو تغییر بدید، حالا به هر اندازه‌ای که مورد نظرتونه. شیرلوگ فاگم نزنید، دستکاری میشه. اوپن گیم دایرکتوری اینو بزنید، فایلز رو میزنید اینجا بالا میاد یه همچین صفحه. حالا بستگی داره گوشیتون چی باشه، سامسونگ باشه هر چیزی باشه. شما تو حالت عادی اگه مثلا نسخه همون 1.21 که بهتون گفتم رو، یعنی این نسخه رو دانلود کنید، یک چیزی به اسم مودز که اینجا هست نمیاد، فکر کنم اینم نمیاد، دیفیکالت کانفیگ و کرش ریپورت، این دکمه ها نمیاد. حالا چه کار باید بکنید اینا بیاد؟ باید نسخه فورج یا فبریک رو دانلود کنید که بتونید روش مود بریزید. یعنی تو حالت عادی نسخه 1.21 عادی که نه فورج نه فبریک نمیتونید مود بریزید و حتما باید نسخه فورج داشته باشید که بتونید الان مود بریزید. الان مثلا من یه مود ریختم که حالا احتمالا تو ویدیوهای بعدی قرار ببینید که حالا اینجا در میایم. دیسکورد و ویکی هم واسه ویکی‌پدیاشونه. این هم از این آموزش. امیدوارم که اگه مشکلی داشتید بهتون کمک کرده باشه و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، هر چیزی می‌خواستید در مورد این برنامه بدونید، اینکه چجوری فورج دانلود کنید، چجوری مثلا مود بریزید، چجوری ریسورس پک بریزید یا مثلا چیزای مختلف، چجوری اسکین بریزید. تو ویدیو قبلیمون اگه یادتون باشه من اسکین داشتم تو ویدیو پارت 1 هاردکورمون که خیلی هم جدید نیست، فکر 2 ماه ازش میگذره و من بعد 2 ماه تازه دارم ویدیو میذارم. اگه داخل اون ویدیو دیده باشید فکر کنم تا جایی که یادمه من اسکین دارم. اون اسکینم یکم کار داره، باید بهتون آموزششو بدم که اگه خواستید میتونم توی ویدیوی جدا همه این کارا، دانلود فورج، ریسورس پک ریختن، ماد ریختن، شیدر پک و هنوز خودم نریختم، من آموزششو اگه درخواستتون زیاد باشه حتما واسهتون میذارم. سابسکرایب چنلم یادتون نره، اسم من شایانه و چنل من یانگ دریمه. من امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همین، خداحافظ.